خوب زیرگیری که از دستای حریف رد شده. درست این موقعیت از دست حریف رد شده میکنه که آیا آروزا بگید دست من نمیتونه رد شده. درسته؟ باید یاد بگیرین از دستای حریف رد شید. اگر تو نمیتونی زیر بگیرید از دست شدن حریف هم یک نوع نیست، 100 نوعه. باید تو مرور یاد بگیری، تو مرور فنت باید اینا رو یاد بگیری. پس یک دو اولی فاکتور چی بود؟ زیرگیر خوب کیه؟ پا رو خوب پاک کنه. دو سومی وقتی پای حریف رو میخوایی بگیری حریف اصلا نباید بفهمه تو پاشو میگیری. گرفتین چی میگن؟ نباید ببینته. حالا هر چی اسمشو میزنی، گولش میزنی، سرعت، هر چی میزنی، حریف تو رو نباید ببینه. این سه فاکتور تو زیرگیری مهمه. اینجوری میشه میگن طرف زیرگیری و یه دیگه چهارمی که گفتن بچه که نونهالان پاپو بودن همین نمیدن یه اشاره کردن بلند هر دو دست هر دو پا یعنی چی؟ حالا همین کارو با دست چپ همین کارو با دست چپ اول دست چپ نه دیگه خب این اشتباهه دیگه بسته بیرون خوبه شما نونهالان یا بعد میشه یاد میگیرین یا آروم میگید این چپی که اشتباه بود داره بالا نه خوبه درست داریم نگاه کنید دقت کنید بچه ها این همه اشتباه میکنید پای راست رو که همه بلدیم مدرسه راست درسته؟ این که بلد میگیریم هر دیگه بچه ها هی اینجا بهتون بگم هی بلند دیگه تو مونفنداتون بلند نشید چی کار کنیم بلند بشید؟ همین سریع همینجا بشید وقتی مرور خوب میکنی تمرینت خوب میشه وقتی تمرینت خوب بشه مسابقات خوب میشه پس همه چی تو مروره پس پای راست رو که میگیری حالا میخوام پای راست رو با دست چپ بگیرم یه سری اشتباه میکنم ببینم چون من میخوام پای راست رو بگیرم پای راست هم میده درسته؟ حالا مثلا من یه تیکه اضافه کرده بودم و دیگه سرعتم زیاده این پامو میذاشتم یه جهش هم باش میزدم اینو میذاشتم که یه پنجره ببینید یه لحظه میمدم که یه پنجه بزنم حالا باید بهش برسی یا با مرور وقتی پای راست میخواد بره این میره باش ولی با دست چپ بخوام بگیرم پای راست نمیره همه این اشتباه رو میکنم که نمیتونم بگیرم من پای راست رو میخوام با دست چپ بگیرم این پام دیگه میره ببینید گرفتیم چی شد؟ این نیست این با هم نمیرن این و این با هم میرن این و این با هم به این پاشو که میده عقب من این دست که همش تو باشه اشتباه این هم دوزه میگن این باشه من میگم از این به نمیگم این اشتباه حتی اونم نمیگم میگم از این بهترم از دو دست نگاه کنید حتی اینجوری هم نمیگیم اما اینه حالا چرا این وقتی پاشو میده عقب دقت کنید پاشو وقتی میده عقب آریم پنجه پا بعضی موقع ببر سمت چپ بعضی موقع ببر سمت راست ببین بعضی موقع پاشو اینجوری میذاره یه حالت میشه مثلا میبره توتر پا خیمه بزنه یه حالت یه کار من میکنم چون وقتی نگاه کن خیمه وقتی من وقتی خیمه میزنم بچه های سر خیمه میزنن یا پا رو میزنن اینجا یا میزنن اینجا دیگه از مدل ها متفاوته شما بر اساس پای اون باید خاکش کنید متوجه میشید هر جو متوجه میشید دلالت نکشید خب حالا یا من پاشو گرفتم به در بغل دادی این در وقتی میده این ور سری میریزم بهش می‌خواستم یعنی آروم نگاه کنید حالا شو خیلی آروم نگاه کنید اینجا این دست میشینه
این دست که اینجوری گرفتم یه دفعه میشکنه از تو این نزمش انداختم رو باستن. دوم آروم حالا بده این بر وقتی داد این بر اینو باید یاد بگیرید این زوریه ببینید این چند میگیرم پاشو میشکنم درد نگرفته ببینید آروم بیا یه ذره پاتو بیشتر خم کن ها ببین نه در عقب میشه خم نگاه کن این خیلی به دردتون میخوره گرفت اینو باید یاد بگیرید مثلا معلم مربی